دانشگاه چند روزی است مبدأ تحولات در آمریکا شده. با این شعار: جنگ غزه را پایان دهید. تصاویری که در صدر خبرهای شبکه‌های دنیا قرار گرفته. شبکه تلویزیونی CBS در خبری فوری به گسترش تظاهرات اشاره می‌کند. اکنون توجه شما را به خبری فوری جلب می‌کنم. تصاویر ویدیویی تهیه شده توسط پهپادها نشان می‌دهد اعتراضات در دانشگاه نورت وسترن در حال گسترش یافتن است. آنها در حال مبارزه برای چیزی هستند که به اون باور دارند. در اون سوی این سیم خاردارهای فلزی هم گروه‌های فزاینده‌ای از معترضان حضور دارند. اونها میخوان دانشگاه نورت وسترن سرمایه گذاریش رو در اسرائیل قطع کنه. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده اعتراضات در حمایت از فلسطین تمام دانشگاه‌های آمریکا را در بر گرفته. موضوع دیگری که از شرق تا غرب آمریکا به دقت دنبال می‌کنیم، گسترش اعتراضات در محوطه‌های دانشگاهی در سراسر آمریکاست. اعتراضاتی که از دانشگاه کلمبیا در نیویورک آغاز شد، اکنون به دانشگاه‌های هاروارد، پرینستون، جورج تاون، نورت وسترن و بسیاری از دانشگاه‌های دیگر از جمله در ساحل غربی آمریکا گسترش یافته. اما بسیاری از واکنش‌ها به برخوردها اشاره دارند. مجری شبکه الجزیره در شبکه ایکس تصاویری از سرکوب شدید دانشجویان آمریکایی منتشر کرد و نوشت اینجا آمریکاست. ژورژ مالبرنو خبرنگار لوفیگارو نوشت صدها دستگیری، پلیس ضد شورش با دانشجویانی که تسلیم نمی‌شوند. سازمان عفو بین الملل ضمن محکومیت این رفتارها نژاد پرستانه و ظالمانه توصیف کرده و تأکید داشته که اعتراض دانشجویان با آنچه در غزه انجام می شود حالا به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده. مجری شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی به خواسته معترضان تمرکز می کند. معترضان می خواهند دانشگاه‌ها پول دادن به شرکت‌هایی که از جنگ اسرائیل سود می‌برند، نظیر شرکت اسلحه‌سازی لاکهید مارتین یا شرکت‌های فناوری نظیر آمازون و گوگل که با اسرائیل قرارداد دارند خاتمه یابد. شبکه تلویزیونی TRT از سرکوب بی‌سابقه دانشجویان گزارش داده که این موضوع باعث نگرانی مقامات آمریکایی شده که می‌ترسند این اعتراضات به یک جنبش ملی تبدیل شود. توفیق طاهانی رئیس انجمن فرانسوی همبستگی با فلسطین با انتشار این تصاویر نوشته تنها فرانسه نیست که جنبش علیه نسل کشی غزه را سرکوب می‌کند. اسپوتنیک به تظاهرات دانشجویان سوربن فرانسه اشاره کرده که همزمان با سخنرانی مکرون انجام شده. پلیس فرانسه این تظاهرات را سرکوب کرد. دانشجویان اینجا شعار می‌دادند اسرائیل قاتل، مکرون همدست. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.